ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори дуюм. با آه و ناله روزی به سال برابری مادری لطفیه بیگاه شد. شب آمد، نه از لطفیه خبرو نه از فخری. مادری سرسختی لطفیه یک روی نموده از همان جایی در روی حبری نشستهش نخیست، به خانه ندر آمد. شبش با دیده بیدار در خیالی دختر می گذشت. چشمش رو آسمان، ستاره ها، با ستاره ها هم گپ در جنگ و خرخشکی لطفیه او کجا شده. آفتاب می برآمد، خبر آمد که فخری را در کین کجای با یک دختر دیدند. هوش و جانی مادر تازه شد، به بدنش جان آمد، به خیالش که دختری همراهی فخری که هم می بوده. البته او لطفیه مادر. ولی لحظه بعد مادر باز ناامید شد. گفتند که دختری همراهی فخری لطفیه نه، مونیسه بوده. دلی مادری اندکی به خود آمده باز به زمین زد. چی بلای! لحظه به لحظه خبری ناخوش، لحظه به لحظه می مرد و میزیست. باز خبر که فخری خانه‌شان آمده است. او را یافتن نزد مادری لطفیه آوردند. فخری به هزار سؤال و پرسیش یک جواب نمی گفت که لطفیه را دیده است یا ندیده است. رنگ رویش کنده سفید می شد، باز در رویش خون می آمد. او چون یک پیکره‌ای که دم به درون خاموش از زبان مانده. خاموشیش همه را دیوانه کرده. مادری لطفیه و اکی او شاهپور دیوانه تر. نمی دانستند که به این پیکره سنگ بسته چی گویند و چی کنند. شاهپور تاب نه آورد. به سری فخری خیست، از گریبانش داشت. گپ زن، لطفیه کنی، او را کجا بردی؟ میدانی کنی وی میکشم. او وی را زده از دروازه بیرون برآورد. بین خویشاوند شور برخاست. پدر و مادری فخری از یک طرف، مادری لطفیه و شاهپور از طرف دیگر. حتی خواهری خردی مهرنیسا گولافزا که دین دخترش را به خاک سپرده بود، دهانش پری خون در جنجال همراه. میدانی در عین انا همین نزاع و گریبانگیری ها مردی سال خورده در سرسله و در بر لباسهای سفید، در دست عصا از دروازه در آمد. همه از جای برخاستند. علخان نشوید، من شاهد، من دیدم، هیچ گپ نشده است. به گپ در آمد مرد. شما با خبرید، گپ زنید تقا. سؤالهای مادری لطفیه مهرنیسا به حساب بودند. خبر دارم، گفت تقا. نگاه های سؤال آمیز به او بسته گشتند. همه در حیرت که ایشانی ازبک خواجه تقایشان از کجا دانسته که به خواهر زادش لطفیه چی واقعه رخ داده. لطفیه
در جایی وعدگی در تگی چناری پسی دیواری مسجد حاضر شد. به پسی کنده چنار گذشت، پناه برد تا به چشم نافتد نبینندش. خاطرش پریشان راهی که می رود ناآسودگی، با عالم خیر گفتن رو به تیرگی و تاریکی ها آوردن. آن طرفش چی می شود نداند. این چی روزی؟ این روز را خودش نآورده، برایش آوردند. همین طور کردند، چنانی کردند که دیگر علاج نمانده. آماده شده است، خودش را آرا داد. برای یک بار، برای باری آخر. ابروانش اسم آرود، میژگانها سیاهی گرفته است، رخسارها همان تر و تازه گلبرین، دندانها از سفیدی می درخشند. کرتش متایی تکجیگری، جا جا گل دارد کم یافت. گاهی با شناسایی می یابی. پای پوش ها زرحلالود، تلاواری ها بی حساب. پدر و مادر فدای دختری ارکی و یگانه گفته خریداری کردند و خریدند. گوش ها از حلقه های طلایی به ملخی زرگر فرمودهشان بار آورده. وزن زیادی گردن بند حس می شود. یک نگینه آن نرخی چند خانه و حولی، دستپانه و انگشترین ها طلای خالص قیمت. چرا همه آنها را او ببر کرده؟ بهر چی؟ دلش به مادر می سوزد. بعدی سری لطفیه هر یکی آنها از دختری جوانمرگ برایش نشاننی مار و کژدم، یک غمش را 100 غم می سازند. سهوش را می فهمد مادر. در مسئله فخری هم می بیند که او دختری وی را فریب نمی داده. می بیند که فخری هم در پهلوی دختری وی دو مهید. کو فخری؟ روز روشن نشده از شهر می برایم گفته بودند. چرا او نمی آید؟ لطفیه ناآسوده تر گشت. خیریت نمایان شد، نزدش آمد. قدش از قدی لطفیه، یک سر و گردن بلند، نوچه، نهال و نازوک. بدلی لطفیه یک دنیای و خنده هایش. از خنده طرحی روی سفید چتابش که هرچند چطور نماست می شکوفد. مثل لطفیه فخری خود را آرام نداده است. در تن همان شیم و کستیومی زرچتابش که با موی سری سیب سیاهی بالای ابروان خمیدهش می زیبد. گریبانهای کرتهی سفیدش مثلی که یگان وقت گرد نمی گیرد، تازه و آزاده. در لباس پوشی او را تعریف می کنند. جوانی از سر و رو لباسهایش با خبر. هوا اندکی سرد ولی سرش عریان، توپی نپوشیده است. آمدی لطفیه؟ بر وقتر آمدم، تیزتر از محله براییم. شتاب نکنیم چی؟ خیر گفتی؟ میبینی ها انا دروازه شان، دروازه سبز گلناکی روبرو را نشان داده سویش قدم ماند. نرم. خیر میگویم، دروازه را با لغت سخت زد. برای چی با لغت زدی؟ باز میزنم. چی اشاره بینشان بود که باز لغت زد؟ نمی ارزد. سراسیمه براه در آمد.
تیز راه گرد. فرمان داد به لطفیه. به بیرون شهر رسیدند. این طرفی راهشان رو به ادیر و تپه ها، از کناری کشتزاران. کشته های مردم نیش زده زمین را پوشاندند. در تل و تپه ها هم سبزه دمیده بهار می آید. بهاری حسنارا دلارا. آفتاب برآمده روی راه و سبزه زاران نور می ریخت. زمین و زمان زیبا. سیله سیله گنجشککان سری شاخه های درختان که بالای تپه میانی زمین ها رویده بودند فیر فیر پراپر داشتند. درختان جامه سبز به بر می گیرند. گلفشان می شوند. حسن بهار. پرندگان روی کشتزاران در پرواز بال می خوابانند. بالای میسه های نودمیده می خمیدند. با آنها نور می زدند. یک زیبایی، یک منظره دلپذیری. راهمان دور است. جری گاو کوش را می گویی. خیال فخری بجر بود که نام آن را به زبان آورد. دیدگی هستی؟ ها، من این جایها را می دانم. می دانی کو خانه تقایم ازبک خواجه در سفیداب. جری گاو کوش هم در پایانابی همین دیه. نامش در گور از خودت شنیده بودم. آن وقت در خیالت نبودم. از پسم می دویدی. اگر مرا نگیری خودم را می کشم. خودم را از جری گاو کوش می پرتایم. می گفتی. نیتی بد کرده بودی. در گوشم همین گپ را خواندی، تلقین کردی. من اکنون خودم را از این جر می پرتایم. تو نه، من هم. فخری دوامی حرفهایی به دلش نمی خنجیده را به زبان نآورد. او هم خودم را از جر می پرتایم نگفت. چرا نامی سبیل این جر گاوکوش؟ جری بی تگ است. گاو افتد زنده نمی ماند. بسیار آدمان از گاوشان ماندند. برای همین هم آن را جری گاوکوش گفتند. آدمان هم خودشان را از این جر پرتافتند. این جر را مزاری عروسان هم می گویند. جای مرگی چند عروسی بی دل هم شده بوده است. جای مرگی من هم می شود. تو بی دل نیستی کو؟ تو بی دلی. چرا خودت را از جر نمی پرتایی؟ می بینی که همراهت آمدم. همراه می میریم. به همراه می میریم گفتن زبان فخری نگشت. بلندی را برآمد. فخری باز ایستاد. رسیدیم گفت. کنی جر به پایان نگر. من هیچ جای را نمی بینم. نزدیکم بیا فخری، دستم را گیر. در پایهای لطفیه لرزه افتاد. صبر کن لطفیه، توبه کن، به خود بیا. عقب می گردیم. خودمان را از جر نمی پرتاییم. بعد چی کار می کنیم؟ اکی و خواهر می شویم. بی تو نمی توانم. من زنده و بعد تو زن گیری. در تقدیرمان نبوده است. قسم خورده بودیم.
از خاطرت برآمد؟ قسم خورده بودیم. آواز فخری لرزید. با هم میمیریم، به همدیگر نمیزیم. گفته بودیم؟ گفته بودیم. از راحت نگرد، دستت را ده. چی میکنیم؟ با هم یک جایه دستی به دست خودمان را از جر می پرتاییم. لطفیه پیشتری جر رفت. پیش بیا، عقیب نگرد، نامرد نشو. چشم می پوشیم و دستی به دست. بعد چی؟ به مقصد می رسیم. با هم می میریم، با هم در یک گور، با هم خاک می شویم. بی عقلی نکن، به تو فهمانده نمی شود. قسم خورده بودی. لطفیه باز همان لحظه های هزارها بار قسم روی قسم خوردن های فخری را به خاطرش آورد. قسم می‌خوردم که راضی شوی. دروغ قسم می‌خوردی؟ فریبم می‌دادی؟ در جواب فخری خاموش می‌هراسید که لطفیه آتشین شده. تو نامرد گفته باز تحقیر نکند. به سرش خیسته جنجال و خرخشن نبردارد. یورکش را او گرفته است. بعضا از گپش برآمده نمیتواند. چی کار کند؟ حالا لحظه هایی در این عالم بودن و نبودنی هر دویشان. لطفیه، میدانی چی میگویم؟ فخری به لطفیه روی آورد. چی میگویی؟ تو جان و جگری من، جانی من. دلم نمی شود که در پیشی نظرم تو خودت را بجر پرتایی. من از تو پیشتر میرم. میگویم من اول خودم را از جر می پرتایم. با عذاب کنده چند حرفی آخر را به زبان آورد فخری. خیال داشت که سخنانش به لطفیه اثر می‌گذارند، از راهی مرگ بر می‌گردند، ولی سهو نمود. نه، هرگیز نه فخری. اگر بینم که تو خودت را از جر پرتافته‌ای، زنده مور می‌شوم، خودم را گم می‌کنم، از هوش می‌روم. من اول. از پسم بیا، چشمات پوش. من چشمانم را پوشیدم. دیدی چشمانم را پوشیدم. بین. آوازی لطفیه بلند صدا داد. پای به لبی جر بود. بعد چی شد و نشد فخری ندانست. چشم گشاد. از لطفیه، از دختری خاله، نه نام و نه نشان. خودش مانده و لبی جر. در این عالم لطفیه بود یا نبود؟ بجر خودش را پرتافت. گویا بازی با بازی، شوخی با شوخی. در بینشان همین حالت رخ داد. فخری به سری لطفیه آب ریخت، با بازی که مونیسه دختری وزیر هم همراه. هر دو همراه شده به دختری خالت چی کردند؟
اکنون فخری چی جواب میگوید؟ از جای ایستش نمی جنبید، بی حرکت و کرخت حیران. همین هنگام آوازی شنید، آوازی شناس، آوازی که فخری گفت. به عقیب رو آورد مونیسه. بینشان گفتگو بود که فخری دروازه را می کوبد، رمزی که هر دو می فهمیدند. بعد مونیسه ناعیان از پسی لطفیه و فخری افتاد. در لحظه لازمی آمد، دست فخری را گرفت. با هم دست به دست بلندی را خمیدند. سری هر هفته یا ماه یک دو بار در خانه بابای ازبک خواجه شیرینکاران، بزلگویان، آدمانی شوخ و خوشچقچق جمع می آیند. به قوری خودشان می نشینند و می گویند و می خندند، غباری دل برآورده می روند. امشب هم در اینجا معرکه بود. گفتگو صحبتشان در اطراف بچه کمپیری صنم پیچیده ماند که او را همه سرخور می گویند. بچه عجایبی، مثل که او یگانه در میان بچه های دیه او برینش نبوده. یکی از اهل معرکه گفت: نظری خدا به او شده. اینی اگر نظری پروردگار به وی می شد و اینقدر بدبخت نمی گشت. از همان روزی تولید شدنش چی بلاهایی که به سر او نآمد. یک هفته دراز از خانه اشان مرده برآوردند. مادرش بیهوش و بیاد، کودک به حال خود. او در کجا؟ به خاطر نمی رسید. تگی سوم و سپل ماند. گاهی به یادی کدام یک همسایه می رسیده است. دیدید بعد او چه خیل بچه شد؟ این را هم نمی دانید. کسی دیگری به گپ در آمد. عذاب دیده بچه به جای رسید. یک ریزه کودک بود که بهری یک بردنان جان می کند. بهری خودش و مادر نان می یافت. کودکی از جانش سیر شده، یکی پسی دیگر اهل معرکه صحبت را گرم می نمودند. قدش یک وجب بوده که از پسی گاو و مال می دویده، حالش خرسواری، بعد به اسب‌های نوسواری چرس، بعد فیل سوار می شد. از پای پشتیلوچ بیزین و افسال دینگلک می زدند، راست می خیستند، تور می برداشتند، می دویدند. ولی سرخور کنه برین در پشت اسب چسبیدگیش چسبیدگی. بچه یگان گپ می شود گفته، بعضی ها چشم می پوشیدند. بارها از اسب افتاده به جاگه و جامه می شد. مادر حلیلابداریش می کرد. اما سری پاکی می خیست، باز حالش همان از پس اسبها دویدن. بعضن کدام یک اسب باز برای سواری شدن اسبش به سرخور مراجعت هم می نموده. در عین نقل و روایت گویی ها یک مردی کلانسال از پهلوی هم صحبتش خیست. ایستید گفته دوام نمود. من دین شاهد یک واقعه فلاکتبار شدم. بچه ها در تگی چناری لبی کانال بازی می کردند. در تنه یک نوده یک تاره چنار مار دیدند. همه ترسیده گریختند. انا در همین لحظه سرخور چی کار کرد گویید؟ به تنه چنار چسبید، رو به مار بالا شد.
مار به جنبش در آمد. سرخور فرا، مار می گزد فرا. بچه ها فریاد می زدند. لیک کی را می گویی؟ سرخور به مار نزدیک رسید. مار طرفی او گشت. سرش بالا، زبانش از دهان بیرون فشاس می زد. سرخور نترسید. نزدیکتری مار رفت. مار به یک سوراخی تنه چنار در آمد. از افتش آن هیچه اش بود. هیچه لانه خانه. سرخور به هیچه مار دست انداخت. از دومش کشیده آن را بیرون آورد. بعد دومی مار در دست، گردی سرش آن را تاب داده بروی راهی کلان هوا داد. در نزدیکی من افتاد مار. در جایم شخص شدم. جان از دست و پایم برآمد. از دل مرد هنوز ترس نرفته بود که با رنگ و روی کندگی در جایش نشست. مهمانها در حیرت، در فکر که سرخور چی بچه‌ای که اینقدر ناترس دلیر. می‌خواستند از عملهای غیری چشم داشت دلیرانه سرخور بیشتر شنوند و فهمند که چرا او را سرخور نامیدند. بچه از خردی می شنید که وی را سرخور می گویند، وگرنه نام او اسفندیار. نامی نغز به بسیاری ها پسند. مادرش این نام را به او گذاشته است. همین گونه نامی دلنشین و زیبا دارد و باز سرخور به نام او علاوه. در مکتب، در خانه، در همه جا او سرخور به داسکه برا، سرخور چروق شین آرام شین. سرخور امروز نوبتی پاده رو. همین طریق جومی گپ شود سرخور گویا نامی اصلی او از هوششان برآمده است که در زبان همه سرخور عادت کرده است. لیکن گاه ها در فکر می افتد، فهمیدن می خواهد که چرا به وی این خیل نام دادند، به چی وجه، برای چی؟ از مادر بسیار پرسیده است ولی جوابی عمیق نشنیده است. نپرس بچم، علمام تازه نکن، نپرس. مادر غمگین می شود. چرا آچه؟ یگان گپ هست؟ هیچ گپ نیست بچم. کدامی در کدام وقتی تو را سرخور گفته است، بعد همین نام به تو مانده است. سرخور گپی گنده نیست. مان گفتن گیرند. خدا تن و جانت صحت باشد. بعضی نام ها خاصیت ندارند، به آدم نمی فارند. به خدا هزار شکر که به تو فاریده است. از روزی که تو را سرخور گفتیم سرت درد ندیده است. چقانک و پرانک، نظر درا، کار بود کنک شده ای. شما گفتار دویم را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.